شاهین قندوز. سلام قهرمان. سلام. خوبی؟ سلامت باشی. من چه پسر با اخلاقی. سلامت باشی. باریکلا به تو. فردا مبارزه داری؟ آره. فردا با کی مبارزه داری؟ شمشیر تخار. میتونی شکستش بدی؟ آره. مبارزه قبلی هم گفت شکستش میدم، ولی شمشیر تخار گفت من خیلی خوب مبارزه میکنم. تو میتونی شکستش بدی؟ آره. شاهین. بله. با شمشیر تخار دوستی؟ آره. موقع مبارزه هم دوستی باش؟ نه. چرا؟ میخوام شکستش بدم. آفرین به این رویه. بعد از مسابقه با هم دوستید؟ آره. قهرمان. بله. فردا با کی مبارزه داری؟ عقاب تخار. میتونی شکستش بدی؟ آره. عقاب تخار هم گفت تو رو شکست میده. نه. نمیتونه؟ نه. شما با هم دوستید؟ آره. قهرمان. بله. الگوی ورزشیت کیه؟ آرنولد. آرنولد کیه؟ اینه. دوستش داری آرنولدو؟ آره؟ آره. آرنولدو دوست داری؟ آره. میتونی پلنگ قندوز شکست بدی؟ آره. سخته. مبارزه سختی. آره؟ آره. پلنگ قندوز هم گفت تو رو شکست میده. نمیدونم. نمیتونه؟ نه. اینجا اومدی مبارزه کنی به خاطر چی؟ من دوست دارم آدم مهم باشم واسه کشورم. دوست دارم شاهین قندوزا و همه بشناسونم. قهرمان. بله. وقتی مبارزه کردی و همه حریفاتو به امید خدا شکست دادی، این شادی رو دوست داری با کی تقسیم کنی؟ با مردمم. با مردم کی؟ کشورم افغانستان. باریکلا به تو، باریکلا به مردم افغانستان، باریکلا به شاهین قندوز. یکم از خودت بگو که اومدی داخل این مسابقات. شاید برنده بشی، شاید برنده نشی. من خیلی مشکل داشتم تا اینجا که رسیدم به مسابقات. دوست دارم با دست پر برگردم دل مادرم شاد کنم، چون که براش قول دادم بهترین مبارزه انجام بدم و اون و من افتخار کنه. از مسئولین مسابقات تشکر میکنم. این فرصت را پیش روی من گذاشتم تا خودمان با مردم جهانم نشون بدیم. با تشکر از شما. امید پیروزی.